тавба кунанда мешавад. ولی بسیاری وقت برادرها توبه را فراموش کردیم. ما شما فراموش کردیم که دفتر اعمال ما ای شب دم سیاه و تاریک شیگی، لیکن توبه او را دور میکنه. توبه را حتی فراموش کردیم. توبه یعنی چی؟ در یک روز پیغمبر نازنینی که برادر از پیغمبر معصوم بود و خطا نمیکرد و گناه نمیکرد، لیکن از 70 تا 100 باره در یک روز استغفرالله میگفت. استغفرالله استغفرالله. حتی با همون پیغمبری که غمخوار ما بود برادر عزیز، با ما را تعلیم داده است. میگه من لازم استغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج و من كل هم فرج و یرزقه من حیث لا یحتسب. ببینید برادر، هم استغفرالله بگوی اگر گناهات از بین میروه، هم میگه خدا سه چیز آدم استغفرالله میگفتگی را میته. یکم گفت که چی مشکلاتی در زندگی داری، الله گفت من از همون مشکلات زندگی بیرون میکنم، به شرط تو کلمه استغفرالله را برای خودت رنگ درس هر روز استغفرالله استغفرالله 100 بار بگوی. دوم، تمام غم‌ها به شادی مبدل میکنم. سه، از جای رزقت میتونم